میدون خود چنم این غذای ما قوی هم مخصوص شبای زمستون و پاییز. آخسی قدیم با غذای خوشمزه‌اش سی امشو چه آوردم سی تو به 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 میدون خود چنم کلجوش قربون خدا برون با کلجوش. کلجوش هم قدیمی ها خوراک شو بوده. نه آخسی نه آخسی کلجوش میدون خود کلجوش هم یکی عده هستش میاد یکی عده هستش نمیاد. اگر زیرش شعله زیاد باشه عزیزان میبره. پس همین هم تخصص داره کلجوش. کلجوش هم خوراک شبانه اون موقع قدیم بیده. حال نمیدونم هنو بچه ها میخورن یا نه. تو به خدا بفرما. آخسی کلجوش میدون خود کلجوش چقدر خاصیت داره. بیا اونه که بیا دوری من اینجا کیف کنن. بیا اون سی آخه کلجوش پیاز داغن ماسن نعنان کلجوش از پیاز داغ و نعناش خوشمزه میشه. در ضمن کلجوش خوراک فصل پاییزن و زمستون. میدون خود خاصیت هم داره. کلجوش سیپوکی استخون خوبم خونسازن کلسیوم داره برای تقویت استخون بندی بدنم خوبم. ما چه خاصیت دار میخوریم. بیا اونه تلیتم خمدونی باید به قول معروف گفتن ها ازش خر بکنی که جا بیفته. تلیتم ادهی و نون یواش میخورم ببخشید نون لواش میخورم ادهی هم و نون تیری میخورم هم خشک. ولی هر کی طبق ذائقه‌اش بفرم. همراه تلیتم حتما باز پیاز بخوریم. شما یه زحمت بکش او پوینت ما کامنت کن غذای بعدی چه درست کنم ببر. چی بر دلم نمیدونم بعد خدای خوشمزه ببر.